با تشبوس ریاست کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ریاست دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان جهت پیشگیری زوراوری و کردارهای ناشایسته در اویله، بلند برداشتن معرفت حقوقی، موقع زنان در خانواده و جامعه، تحکیم مناسبت‌های اویلوی و اویله‌داری، ترغیب تشکل طرز حیات سالم، کنفرانس علمی نظریوی در دایره عملیات 16 روز مبارزه بر ضد زوراوری تحت عنوان حیات بدون زوراوری میان استادان و دانشجویان دانشگاه دایر گردید. در کار کنفرانس راهبریت دانشگاه ستارزاده باباجان عبدالجبار و مهمانان از ریاست کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، رئیس شورای سابقه‌داران کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شامنسور، سرخادم علمی مرکز آموزشی مکتب دولتداری امام علی رحمانی اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و شاهناز غفارова معاون رکتور دانشگاه اوید به تربیه اشتراک و سخنرانی نمودند. سراول رکتور دانشگاه مهمانان را خیرمقدم گفته ابراز داشت که همایش مذکور در تشکل معرفت حقوقی و اخلاقی و از بین بردن همه شکل‌های زوراوری مساعدت نموده در روند انکشاف عملی نمایی هدف‌های دموکراتیک کنانی جامعه ما مساعدت خواهد کرد. ضمن برآمد رکتور دانشگاه قید نمود که یکی از مسائل کلیدی که جامعه را به تشویش آورده است این مشکلات زوراوری در روزگار انسانیت به شمار می رود. مسئله مذکور ریشه های تاریخی تشکلیابی و سبب معماهای گوناگونی به وجود آیی خود را دارد که از جانب جامعه شناسان و روانشناسان مورد تحقیق قرار گرفته است. اما آنچه که امروز برای ما بسیار مهم می باشد پیشگیری حادثه های زوراوری دانسته می شود. زیرا تشکل جامعه سالم تأمین زندگی آرام و آسوده انسان و شهروند به برطرف نمودن مشکلات در حیات ما یکی از طلبات‌های اساسی پیشرفت جامعه بوده. جهت بلند برداشتن معرفت شهروندی، تشکل شخصیت جوانان، پیشگیری همه شکل‌های زوراوری، انکشافیابی با مرام استواری جمعیت مساعدت می‌نماید. در تقویت این سخنها پروفسور شیرین قربانова ابراز داشت که اویله یک از یکچکه‌های مهمترین جمعیت به حساب رفته از زن و شوهر و فرزندان عبارت باشد. نامبرده یکدیگر فهمی، محبت و باسواد بودن را باعث پیشگیری هر گونه خشونت و زوراوری در اویله ارزیابی نمود. شیرین قربانова ضمن برآمد تاکید نمود که حکومت کشور به زنان و بانوان احترام خاصه ظاهر می‌نماید و در یک چند برنامه دولتی استراتژی و کنسپسیاها دورنمای فعالیت زنان و نقش آنها در مقام راهبری، تحکیم دولتداری، سالمی جامعه و پایداری و استواری اویله تاکید گردیده است. از این رو پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی، تحکیم اویله و تنظیم مناسبت‌های اویلوی پیشنهاد کردند که سال 2025 سال اویله اعلان کرده شود. این اقدام در کم کردن بیکارشوی، عقد نکاح، خشونت اویلوی و دستگیری زنان هنرمند و اویله‌های کم‌بضاعت با زمین نزد حولگی و منزل استقامتی مساعدت کرد. سپس دکتر علم‌های فیلولوژی گوهر شرافزاده در نوبت خویش جایگاه زن مادر را از دیدگاه دین مبین اسلام و مذهب امام اعظم بهاگذاری نموده درباره استوار نگاه داشتن اویله، احترام همدیگر و ترغیب طرز حیات سالم سخن رانده زوراوری جسمانی و روحی را در علیحدگی با مثال‌های مشخص فهمانید. همزمان در کنفرانس گفته شد که مسئله اویله و اویله‌داری، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، موقع زن در جامعه همیشه مورد توجه به واسطه راهبریت عالی مملکت قرار دارد. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیامشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 20 ژانویه سال 2015 تاکید کردند که جامعه سالم از اویله سالم و نسل سالم تشکل می‌یابد. به اندیشه راهبر دولت مسئله‌های معرفت اویله‌داری، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزندان به حیات مستقلانه و پایداری اویله از جمله پروبلم‌هایی میباشند که دقت دائمی تمام مقامات دولتی، مؤسسه‌های تعلیمی و کل اعضای جامعه را تقاضا میکند. یادآور میشویم که جلسه مذکور با مقصد اجرای بند 8 نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برای سالهای 2025-2027 اوید به عملی سازی برنامه دولتی اوید به پیشگیری زوراوری در اویله
در جمهور تاجیکستان برای سالهای 2025-2030 که با قرار رئیس شهر دوشنبه از 8 می سال 2025 تحت رقم 290 تصدیق کرده است راه اندازی گردیده. کاهش دادن خشونت خانوادگی و بلند برداشتن موقع زنان در جامعه از هدفهای اساسی چاره‌بینی محسوب می‌یافت.